دزگه بخشین خیرخوازی وکو نویسینگاه دهوک افرو به هلکفتا دسپیکا سالانی خواندنه هر وصا مفردید و هوا خو یا هاریکاریه بخیند ناف روژا اجدایک بونا سرور و سردار پیغمبران محمد صلی الله علیه و سلم افرو که ما امرابوین هاریکاریا مالبات بسمیان الدهوكي ودوربر دهوكي اف هواهنه و اف هاریکاریا هنه طبعا همی کردستان یا پریوه چیت و گودزگه بخشین یه خیرخوازی هتانو که با فضل خوده و کرام خوده نزدیکی 1700 زاروک آنکو مالبات یت مفادار بین و هواهنه و انشاءالله امجد بردوام بین و افروش الدهوكي وكم قلت دهوكي ودوربر دهوكي دهان مالبات يد بسميان ما هاریکاریوان کرد جلو برگت قطبخانه هر وصا دفتر و قلم و قرطاسیه و ان شاء الله تعالی امنش دی بردوام بین حتی کو خلق ما خیر خاص یه مرد هاریکاریا ما بکت بگمان امنش دی بینه دستکی امین و دی بردوام ات خدمتا خلق خدا بین و بتایبت مالبات بسمیان